بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان بسیار گرامی قدر شبکه نجم تیوی، صحبتی گذشته درباره اخلاص بود و اهمیت اخلاص بود و یک حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را شرح داده بودیم. البته ثمره های اخلاص بسیارند. باره همراه یکی از استادانم، داملای عزیز، داملا سید محمود خوجنده رحمت الله بر آن کس باد، همراه نشسته صحبت میکردیم و به استاد گفتم استاد، علما زیادند یا طالب علمان یا دانشمندان عموما زیادند، اما از بین آنها یعنی بعضی از آنها را میبینی که ثمره عملش بسیار بزرگ است، شاگردان زیاد دارد یا کتاب زیاد دارد یا حتی سخناش هم وقتی میبینی یا گوش میکنی بسیار پرتأثیر است. داملا یک سخن عجیب برایم گفته بودند، الله رحمتشان کند. گفتند میدونی سر همون چی است؟ سر آن در اخلاص همون نفرها است. چقدر که انسان اخلاصش بلند باشه همونقدر ثمره عمل او بسیار می شود. واقعا خود داملا هم یک انسان مخلص بودند، همین چیز احساس کرده می شد. و همین امام نووی رحمت الله علیه که کتاب باغ نکوکاران را از آن کس شرح می دهیم، تصور کنید 44 سال عمر به سر بردند، حتی به ازدواج هم وقت پیدا نکردند که زن گیرند. 44 سال عمر به سر بردند، اما یک تألیفات داشتند که 40 حدیث امام نووی، بسیار کتاب مشهور، بهترین شرح صحیح مسلم، شرحی که است شرح امام نووی و این کتاب باغ نکوکاران. و چقدر علما کتاب صحیح بخاری را شرح دادند، بسیار است کتاب صحیح بخاری، اما از بین همه آنها بهترینش میگویند که فتح الباری است، یعنی کشایش الله. نامش هم بینید، کشایش الله. یعنی چقدر انسان اخلاصش وقتی بلند می شود همونقدر ثمره عملش زیاد می شود و در نزد خداوند هم قبول نوشته می شود. وقتی در نزد الله قبول نوشته می شود، در بین مردم هم همون چیز قبول نوشته می شود، در بین مردم پهن می شود. بیایید یک حدیث دیگری، حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را بخوانیم و کمی اطرافش صحبت کرده باشیم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین گفتند: الله سبحانه و تعالی به جسم شما و به صورت شکل شما نظر نمی کند، نگاه نمی کند، اعتبار نمی دهد، ولکن ینظر الی قلوبکم. اما الله سبحانه و تعالی به چی نگاه می کند؟ چی را به اعتبار می گیرد؟ آن چیزی که در دل ما و شما است. ببینید خداوند در سوره منافقون وقتی منافق ها را وصف می کند میگوید و پیامبر صلی الله علیه و سلم اینچنین برای ما و شما هم میگوید و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم. اگر شما منافق ها را میبینید، جسم های آنها از جسم و جثه‌ای که آنها داده شده اند تعجب میکنید. و این یقولوا تسمع لقولهم. دوام آیه را ببینید، اگر وقتی سخن میکنند چنان زیبا سخن میکنند که با سخنانشان گوش میاندازید، گوش میکنید. که انهم خشب مسنده. تشبیه را بینید، اما خداوند میگوید اما آنها مانند چوب‌های هستند که دیوار را به آن تکیه داده شده است. امروز چقدر نفرهایی هست که به ظاهر خود اهمیت جدی میدهند،
چقدر نفرهایی هست که به شکل خود، به زیبایی خود، حتی میبینیم که چقدر کاشانه های حسن در هر یک سری قدم کاشانه های حسن است. چقدر عملیه ها و اپریاتسه ها میگذارانند برای تغییر دادن شکل خود، برای باز هم زیبا کردن خود. یا نفرهایی را میبینیم که مردم را بها میدهند از جهت سر و لباس و از جهت پوشیدن و از جهت راه گشتن و از نمیدونم از چی چیزها، و همه همین در نزد خداوند یگان اعتبار نداره. و چنانه که گفتیم اگر نیت بد باشد، یکی از صفاتهای منافقانه که چنانه که در قرآن در سوره منافقین آمده است، منافقان همین طور هستند، به ظاهر چنان جدی اهمیت میدهند که قلبها را فراموش کرده‌اند، اما خداوند به کجا نظر میکنند؟ به قلب ما و شما. برای همین میگویند قلب نظرگاه رحمان است. الله سبحانه و تعالی قلبهای ما و شما، عملهای ما و شما را خالص از برای خودش گرداند و الله کند که ما و شما پیش از آن که به ظاهر خود اهمیت جدی داده باشیم، به قلب خود، به دل خود اهمیت جدی داده باشیم و دلهای خود را از هر بیماری های شرک و ریا و حسد و بغض و کینه و هر بیماری که هست، قلبهای خود را از آن تازه کرده باشیم. اما ظاهر ما چگونه ای که هست، این رنگ ما و شما، شکل ما و شما، این را الله آفریده است. از این ما و شما اختیار نداریم، اما هر عملی که از ما و شما صادر می شود باید خالص از برای الله باشد. دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی پیش از آنی که ظاهر ما و شما را اصلاح کند، باطن ما و شما، دل ما و شما، قلب ما و شما را تازه پاکیزه گرداند و هر یک عملی که ما و شما میکنیم از برای الله سبحانه و تعالی باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.